آرام بشینید. هیچ چیز ما و شما را خلل نمی‌رساند. ما شکر خدای مهربان میکنیم و وطن امن و تنج میکنیم که امروز امکانات داریم از طب نیاگان خود با دستاوردهای طب روانی امروزه استفاده برده روح و روان خود را به تنظیم بیاریم، مشکلات‌های باطنی خود را حل کنیم، تصمیم‌های بگیریم که در آینده هم رواناً و هم جسماً صحت و سالم باشیم، منفعت به خود و نزدیکان خود بیاریم و دست بزرگ در جمعیت داشته باشیم تا اینکه جمعیت ما روز تا روز باز آبادتر و زیباتر شود. صلح و ثبات را ما نگه داریم و عاقبت کارهای خود را به خیر کنیم. با یک مشق روانی، یک ورزش روحی که حالا ما و شما میکنیم، میتوانیم ما منفعت‌های زیاد نه تنها برای خود بلکه به نزدیکان خود بیاریم. ما آرامی داشته باشیم، ما تصمیم‌هایی بگیریم که زندگی ما را دگرگون کنند. جنجال‌های بین معینه سر خود را، جنجال‌های بین یکدیگر را، چه در داخل کلکتیو، چه در جای کار، چه در مناسبت‌های خویش و تباری و دیگر مناسبت‌های کاری برهم بزنیم و آخری کار خود را به خوبی انجام بدهیم که هر کار اول از مناسبت سازی سر می شود. مناسبت سازی نه تنها بین آدمان است بلکه در داخل آدمان، در درون معینه سر او اول سر می زند. پس بشینید درست و آزاد و پناه بطلبید به سوی خداوند و به نام خدای بخشنده و مهربان سر کنید و نیت شفا بشینید و خود را در بین معینه سر گرفته آرام شوید. آرامی اقتدار است. در آرامی که درس امروزه‌ای که ما و شما گذاشتیم، ما امکانات قوت معینه سر و حجره‌های تمام عضوها را زیاد می‌گردانیم. نیرو عطیف در آنها جمع می‌شود. بدن از نوسازی می‌کند، خود برقرار می‌سازد. قدرت ارثیتی خود را فعال می‌گرداند. تصمیم‌های درست می‌گیرد و موج‌های کیهانی راست می‌شود. خواب و دمگیری درست‌تر و خوبتر می‌شود و همین طور کارهایی در بدن می‌شوند که ما آنها را دیر باز انتظار بودیم که آنها سبب صحتی ما و شما می‌گردند که حالا بدن نرم، آرام و یک حالت عجیبی را گرفته. شما در بین معینه سر بایستید، آرام شوید، یاد گیرید آرامی را، آرام بودن. ما میدونیم که پیغمبر خدا محمد گرامی درود و سلام بر او در حدیث مبارک خود گفته است که نماز را در آرامی و خشوع بخوانید. پس آرام باشید. و در علم حاضر زمان هم اقتدار آرامی را میدانند که چه امکانات ها برای سرشت ما و شما میدهند. ارگانیسم ما و شما روز تا روز بهتر، خوبتر و نقصتر شدن میگیرد و شما قوه‌های زیادتی را از دیگر موشک‌ها پشت و پشتتان بگیرید. بیهوده آنها را صرف نکنید. بسیار وقت آدمان شدت را در شکم، پشت سر، قفس سینه، موشک‌های استون مهره، عضوهای درونه از آن جمله غدود زیری معده، تلخه روده‌ها، گرده‌ها و البته دل زیاد می‌گرداند. این سبب آن می‌شود که ما باید از این عضوها قوای زیادتی را بگیریم و آن را برای ساختمان بدن، برقرارسازی صحتی و کارهای دیگری که در پیش ما و شما هستند صرف کنیم. پس آرام شوید، شکم خود را ملایم کنید، حس کنید شکم را که در حالتی هست که شما آن را چی طور قبول میکنید.
شکم خود را، پوست شکم، موشک شکم را نرم و ملایم سازید. نرم و ملایم سازید. چقدرتر روید. غدود زیر معده را گشایید. جگر را نرم سازید. گرده ها را. قوای زیادتی را از آنها بگیرید. همینطور بالا رفته دل را نرم کنید تا آرامانه و با قوت کار کنند. بدن خود را نجنبانید. در این حالت کوشش کنید که بدن پای در هم نرم شده مانند خمیره می شود که بسیار نرم و بسیار وزنی فارم، یعنی که زمین ما و شما را به طرف خود می کشد. چقدر خوب و نحس نشسته. پای در هم. موشک ها را ملایم میکنید. عضوها را نرم میسازید. مانندی که مردها بتون میشورند یا که زنها خمیر میکنند، همینطور بدن خود را بشورید، خمیر کنید و آن را نرم سازید. قوای زیادتی را از او بگیرید. که بدن ما رزینی باشد. داده شده اید به حالت عجیب آرامی و آسودگی. حالت مخصوصی مینه سر. حالتی که بسیار بیماری هایی که از حساب ویرانی گردش خون بودن برهم میخورند. خون در سر، در چشمان، در گلو و پشت سر، در دل، در عضوهای باطنه، در هر عضو، در هر رگ و پیوند شما گردش میخورد. چون که پیش خون گردش خوردن نمیتوانست از سبب آنکه شما شدت داشته، یک حالت نپرژینی در بدن شما بود. به سبب فشارخوری رگچه های خرد میشد. امروز رگچه های خرد، کپیلرها گشاده شدند. حتی خودتان حیران میشید وقتی که عقلتان روشن‌تر است، خاطرهتان خوبتر است. رگچه های معده که چی در سر چی در دیگر عضوها گشاده شدند، گردش خون در آنها برقرار گشته است. چون از این حالت وقتی که ما شما را میخیزانیم، بدن سبک و بیناییشتان روشن‌تر، شما دنیا را گویا رنگین میبینید. چرا که رگچه های خردی درون چشم هم گشاده شدند. رگچه های خردی گوش ها گشاده شدند. شنوایی خوبتر میشن. رگچه های دستان و پای ها که پیش خنک میخوردن امروز گشاده شدند و گردش خون در آنها برقرار شد. مبادله ماده ها سر شده است و در هر کجایی که کار است آنجا گرمی است، آنجا انرژی حاصل می شود و آنجا فعالیت خود را درست می کند. چقدر خوب و نغز نشسته. آواز ما را نغز می شنوید و با آواز ما شما به دنیای باطنی خود وارد شده ایستاده اید. شما در بین مینه سر قرار دارید. شما مشاهده می کنید فکرهای خود را، مشاهده می کنید پیش نظر خود را، مشاهده می کنید حسیات خود را که از بدن می آید یا از اطراف می آید و بدن را شما به حرکت خپیده اید تا اینکه قوه زیادتی صرف نشود و آهسته آهسته بدن شما نرم و ملایم شده. قوه زیادتی از او گرفته می شود و روز تا روز بهتر، خوبتر و نغزتر شدن می گیرید انشای خدا.
پس داده شود به آن حالتی که شما را فرا گرفته است. آن 5-6 لیتر تا 7 لیتر خونی که ما و شما داریم گردش میکند و آن در خون گردش خورده و تمام عضوها غذاهای لازمی میبرد. روش حلقونی خوراک‌های خورده در شکم درست شده جگر آنها را تازه میگرداند. خون ما از سفیده ها، شیرینی ها، چرب ها، ویتامین ها، ماکرو و میکرو الیمنت ها غنی شده. حجره های ما، گوشت و پوست ما از آنها به سری غذا میگیرند و این سبب صحت شوی بدن ما و شما میگردد. حاصل شوی داروهای بدن، گرمان های لازمه و آوازه در معده سر شما پیدا می شود که صحتی آمده ایستاده است و آوازه رستم به از رستم است و این سبب آن می شود که تمام قوه های نهانی بدن شما سرجم شده، موبیلیزه شده و ضد بیماری های شما مبارزه می برند. آنها را در مدت کوتاه برطرف کرده شما علامت های صحتی را می بینید. نه تنها خودتان بلکه دیگران هم می بینند و شما حالا حس میکنید که یک وزنینی فارم بدن ما و شما را فرا گرفته است. و این نوری عجیبی از بدن میگذرد چون که ما با زمین پیوست شدیم. همه وقت زمین با ما پیوست است ولی کسی که شدت دارد این پیوست شوی را حس نمی کند. ما و شما باشیم و کسانی حالا در کجایی که نباشند سکوت میکنند این حسیات را حس میکنند. برای موج مسافه نیست. موج در ثانیه گرد زمین را تاب میخورد تا حتی به سیاره های دیگر هم میرسد و همان سخن گفته ما میتواند تا عرش خدا برسد. پس ما باید بدانیم و آگاه باشیم. هر فکری که در باطن ما میشود آن فکر را ما باید سنجیده ببینیم. شما مشاهده دارید قوه جاذبه زمین ما و شما را از تنمهره داشته است. قوه جاذبه زمین ما را از تنمهره داشته است و نور عجیب با نور استنمهره به طرف زمین می رود و در مرکز زمین که آهنربای کلان است با آن پیوست شده همه سیاهی وزنینی، درد و ناراحتی، همه شدت هایی که سبب ناراحتی بدن بودند و طرف زمین رفته نیست و نابود می شوند. و نه تنها همه چیز به طرف زمین می شارد، حتی انرژی یعنی نور کیهان هم به طرف زمین کشیده می شود و آن از بدن ما می گذرد. تو می توانی صحت باشی، تو می توانی سالم باشی. فقط امروز خواهش بکن، سخت خواهش بکن که من می خواهم صحت باشم، من می توانم صحت بودن، چون که من هر روز کارهایی را می کنم که برای مستحکم نمودن سلامتیم، برای برطرف ساختن علامت های بیماری روانه شدند. و هر روز که چون انسان یک کار را که کرد آن وقت البته در او این اقدام، این نیت جامعه عمل می پوشد و هر کسی که به چی کار کمر همت بست انشاء خدا موفق می شود. و ما می داریم که هر روز که چنین کارها می کنیم، برنامه ریزی می کنیم، قوه های سرشت ما و شما به کار می درآیند و ارثیت ما فعال می شود و آن وقت ما روز تا روز علامت های صحتی را می بینیم. حالا مانند که یک کانالیزاسیون که محکم شده بود و گشاده می شود و همه آب افلاس رفتن است و نابود می شود و زمین آن را خوردن است و نابود می کند، همین طور از بدن ما با واسطه استنمهره همه سیاهی وزنینی به طرف زمین می رود. ما این را بر اعلا حس می کنیم. داده شود با حالتی که شما را فرا گرفته است. حالتی است حالت آرامی
مخصوص معنی سحر دم گیرید هم تنی شما و هم روح شما. البته از کیهان همه وقت موج ها می آیند. مانندی که انسان دل دارد و در یک دقیقه تا 70 مرتبه 80 مرتبه کار میکند و دل فیل در یک دقیقه تا 25 ثانیه 25 مرتبه میزند. همین طور شما بدانید که چقدر آفریده شده کلان باشد، همان قدر آهسته تر دل او میزند. از موش تا 250 600، از آدم تا 70، از فیل تا 25، از زمین در یک شبانه روز 4 مرتبه، از آفتاب قریب 12 سال پس یک مرتبه میزند و کیهان یک مرتبه دل کیهان کار کرده است که ما زندگی را میبینیم. قوا و نیروی کیهانی به تمام اطراف پهن شده است. که در 20 میلیارد سال یک مرتبه میزند. هنوز دویم ضرب دل کیهان نزده است. یعنی دنیا هنوز وسیع شده ایستاده است. حرکت های زیادتی نکنید و کوشش کنید که بدن را ناآرام نکنید، چون که ما دقیقه های بدن را به حالت آوردنیم. حالتی است که شما میخواهید آن را به دست بیارید تا صحت شوی بدن شما سر شود. و همین موج کیهانی تا حال آمده ایستاده است و هر سیاره موج خود را دارد و از بدن ما میگذرد و زمین آن را در خود جبیده با واسطه بدن ما اگر گذرد غذای خوب است برای زمین. دم گیرید هم تن شما و هم روح شما. ما از بدن گذشتن نور کیهان را حس میکنیم. نور گرم و نرم آفتاب، نور دل کیهان. دم گیرید هم تن شما و هم روح شما. تا با وقوع آیت خود تبابت کنی بدن بپرتافته شود به خون داروهای خودی بدن. داروهای عادی، داروهایی که در بدن ما و شما زیاد هستند. هر بار نفس میگیریم بدن ما و شما سبک شده، آن جاهایی که ناراحت بودند آنها گشاده میشوند، هوا به آنها میرسد و ما و شما میدونیم که وقتی که هوا در گوشت و پوست ما رسید آن وقت مبادله ماده ها درست میشود. عطف یعنی نیروی سرشت ما حاصل می شود و آن برای صحت شوی و بهبودی ما و شما استفاده برده می شود. ما نیروی چی کاری، چی نیروی صحتی و چی نیروی معنوی، احساسی، جسمی و همه طرفه نیروی زیادی در خود می گیریم که آن را در زندگی می توانیم درست صرف کنیم و زندگی خود را پیش بریم، وطن خود را آباد کنیم، عائله های خود را ما از چیزهای لازمه تامین کنیم و منفعت آور باشیم. خدا شاید با آن حالتی که شما را فرا گرفته است با آهسته بدن را به حال خود گذارید، چون از این حالت بدن را میخیزانیم صاحب نیروست، تازه شده، روشن، خرسند. حتی مردم میگویند که شما دیگرگون شده اید و میگذاریم به پیش نظر رنگها، تابش های گوناگونی او، واقعه و حادثه هایی که با شما شده ایستادند و شده بودند، آنها را تازه کنید.
یگان چیز رو در پیش نظر نمانید. آب نور از پیش نظری ما همه چیز میشوه. در پیش نظری ما یک تاریکی فوری پیدا می شود. ما از تاریکی آمده ایم و پشت آن تاریکی است آن کسی که ما دوستش می داریم. بسیاری ما حالا تیار نیستیم برای پیش صاحب تاریکی رفتن. داده شود با آن حالتی که شما را فرا میگیرد و فکرها میگذارند. هر یک فکر از شما چیزی میخواهد. آنها را شما با ذکر محکم کنید. چون شما یاد میکنید صاحب تاریکی شما را یاد میکند و چون شما یاد میکنید قلب شما را آرام میکند و روز تا روز شما میفهمید که میتوانستید بسیار کارها را کنید. بدن در حالت کرختی و فراموشی، پیش نظر تازه و فکر با ذکر